ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори сеюм. شاعران بعدی این حلقه نیز در موضوعهای شعوبی چون ستایش عجم و عظمت و شکوه پیش از اسلامی آن اشعار فراوان به زبان عربی سروده، گاه زیر تأثیر احساسات و غرور در نکوهش عرب حتی اغراق هم می کردند. آنها اشعار عربی سروده اند که رنگ و بوی خاصی ایرانی داشت و دانشمندان آن را حتی ادبیات خلقهای ایرانی تبار به زبان عربی نامید. ظاهراً این جنبش رهایی بخش ملی بود که در لباس ادبی و فرهنگی آغاز گردیده، سپس به جنبش وسیع استقلال خواهی در خراسان و ماوراء النهر عصرهای من بعد تبدیل شد. سرانجام زندگی این وطن پرستان بسیار دهشت‌آور است. لاحقی به کفر متهم شد. اسماعیل ابن یسار را برای شعرهایش با فرمان خلیفه اموی هشام در حوض خلیفه انداخته، سپس نیم جان به حجاز بدرخه کردند و ابن مقفع را اول دست و پا بریده در آتش انداختند و سپس خودش را در همان آتش سوختند و مانند این. طوری می‌بینیم این بزرگمردان به قیمت جان سنت‌های ملی و تاریخی ملتی با فرهنگ، ولی در آن روزگار سرافکنده خود را به صورت نو و به زبانی بین المللی وقت زبان عربی ادامه دادند. یکی از مسئله‌های دیگری جالب برای خوانندگان ما مسئله سهم تاجیکان خراسان و ماوراء النهر در زنده نگاه داشتن و پرورش این زبان است. هرچند در میان زبانشناسان عاید به مکان و زمان پیدایش زبان ما عقیده ها مختلفند، ولی دانشمندان با اتفاق نظر خاستگاه این زبان را خراسان و ماوراء النهر و مکان نشأ و نما و بالندگی و گستریش آن را کرانه‌های جیحون و سیحون می شمارند. البته این چنین معنا ندارد که ساکنان این مرز و بوم در این میراث گرانبها حق بیشتر دارند. این گنجینه نادر، تقسیم ناپذیر و برحق ثروت ملی همه خلق‌هایی است که آن را پرورده، تشکل و تکامل دادند و در طول تاریخ پرحوادث آن را ایمن و پایدار نگاه داشته امروز هم با آن گفتگو می کند. سیاست‌های عصرهای آخر
هرچند قلمروی پهناوری انتشار این زبان را تقسیم کرده، میان همزبانان جدایی انداختند و یا ممانعت و محدودیت‌های در راه تکامل زبان ایجاد کردند، ولی آن را نابود و یا دیگرگون ساخته نتوانستند. در گذشته‌های دورتر نیز اتفاق افتاده بود که مردمانی هم نژاد و همزبانی مقیم این سرزمین بزرگ فرهنگی با دلایل بیشتری نظامی و سیاسی و حتی با دامن زدن عامل مذهبی در هیئت دولت‌های گوناگون با مرزهای جغرافی و سیاسی مستقل زندگی کنند. ولی این منسوبیت و تعلقات سیاسی و جغرافی تغییرات و یا تبدلات جدی در ساختار زبان و یا دستور آن به وجود نآورد. محض همین پیوند تاریخی، استواری ریشه‌های فرهنگی و یگانگی زبان و دین و معنویات این مردمان است که امروز هم 3 کشور این حوزه تاریخی، تاجیکستان، ایران و افغانستان، یکی از 2 زبان رسمی این زبان را با نام‌های تاجیکی، فارسی، دری زبان دولتی خود قرار داده. ملی آنها نفری دیگر در کشورهای منطقه آن را زبان مادری خود می دانند. در زمان شوروی بیشک کارهای زیادی در ساحه مکتب و معارف و نوسازی زبان انجام داده شد. زبان از پیچیدگویی و سج بافی منشیانه که میراث عصرهای آخر بود رهایی یافت. اصولهای نو زمانوی تحقیق در ساحه زبان جاری گردید. یک زمره محققان و متخصصان در این رشته تربیه یافته زمینه‌های بنیادی علمی زبانشناسی معاصر تاجیک گذاشته شد، ولی همزمان به خاطر دموکراتیک کنانی زبان تاجیکی بسیار واژگان اصیل و ناب خود را از دست داد. به جای آنها کلمه و اصطلاحاتی به مورد و بی مورد از زبانهای گوناگون و یا کلمه‌های ناسفته و خودساخته، لغت‌های عامیانه، قالب‌های کلمه سازی و عبارة آرایی بیگانه و سبک و اسلوب‌های تقلیدی به زبان ما وارد گردید. همه می دانیم که بررسی مسئله‌های علمی و یا جستجوها در تاریخ زبان و امثال آن کار دائمی و معمولی دانشمندان است، ولی این مسئله ها باید در دایره های علمی حل شده باعث جدایی و یا دوری مردم همزبان نگردد. تاریخ ما چنین مثال ها را بسیار دیده است. برای نسل امروز ما شاید تفاوتی چندانی نداشته باشد که زبان فارسی، دری یا تاجیکی 1000 یا 2000 سال پیش از کدام منطقه برخاسته و یا مردم کدام ناحیه به این زبان پیشتر سخن گفته است. به نظر ما مهم آن است که آنها از یک حوزه یگانه برخاسته گرمی و سردی تاریخ را با هم دیده یک فرهنگ و زبانی مشترک را در چنین سرزمینی پهناور با هم آفریدند. اکنون در این زمان جهانی شوی باید بکوشیم تا همبستگی و رابطه های اقتصادی و سیاسی خود را قوی تر گردانیده بنا بر رسم دیرین با یاری همدیگر
استقلال فرهنگی و زبانی خود را حفظ کرده رکنهای پایداری ملت و کشور را تحکیم بخشیم و آن را استوار و پایدار نماییم. اگر به تاریخ زبانهای جهان از ابتدای پیدایش تا امروز نگریم، می‌بینیم که زبان هر ملت در همه دوره‌های تاریخ در سطح ترقیات تفکر و اندیشه صاحبان آن قرار داشته درجه پیشرفت مادی و معنوی آن را انعکاس می‌کند. به عباره دیگر، ملت هر قدر پیشرفته و سازنده تر باشد، زبان آن هم به همان اندازه توانا و زاینده و پاینده است. از بس که دیالکتیک ترقیات و انکشاف جامعه بر پایه نوجویی و نوآوری استوار است، بنابراین بازیافت‌ها و دستاوردهای نوی مادی و معنوی خلق‌های نسبتاً پیشرفته دیر یا زود در بین ملت‌های دیگر پیش از همه همسایگان یا به صورت صلح‌آمیز و یا از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی پهن می‌گردند. در نتیجه زبان این ملت‌ها نیز مرزهای سیاسی و جغرافی را شکسته کشورها و گاه‌ها سرزمین‌ها را تسخیر می‌کند و به اصطلاح امروزه زبان بین المللی می‌شود. نمونه چنین جهان پیمایی را در گذشته ما در مثال زبان عربی عصرهای 8-9 که برای بسیار خلق و ملت‌های تابع خلافت نقش زبان رسمی و فرهنگی را اجرا می‌کرد مشاهده می‌کنیم. اما با تشکیل دولت و حکومت‌های نسبتاً مستقل از خاندان‌های محلی در خراسان و ماوراءالنهر و ایران، حکومت زبان عربی در این قلمرو بزرگ به تدریج رو به زوال نهاد. رستاخیز ادبی و فرهنگی که سپس در این سرزمین ها بعد عصر نهم آغاز گردید، شاهنشاهی نوی زبانی را بنیاد نهاد که شکوه و عظمت آن 6 قرن ادامه یافت و آن را می توان دراز عمرترین شاهنشاهی در تاریخ دوران نوی زبانهای این منطقه نامید. بعدتر نفوذ زبان مادری ما از حوزه‌های خراسان و ماوراءالنهر و ایران فراتر رفته به قفقاز و آسیای خرد، نیم جزیره هندوستان و عراق دامن پهن کرد و صدها سال در این حوزه بزرگ جهان نقش زبان بین المللی را به عهده گرفت. با تکمیل ساختار دستوری و افزایش ذخیره لغوی، نفوذ اجتماعی و فرهنگی این زبان و دایره کاربرد آن نیز در این سرزمین ها گسترش پیدا کرد و به مانند زبان عربی عصرهای 8-9 که پیشتر به آن اشاره نمودیم، نمایندگان مردمان گوناگون نژاد و گوناگون زبان این قلمرو وسیع جغرافی آثار ادبی و فرهنگی خود را به این زبان تعریف نموده خدمت بزرگ برای فرهنگ و ادب ما انجام دادند. ولی نباید فراموش کرد که دانستن و یا آموختن این زبان به هیچ قومی دیگر تحمیل نشده بود، بلکه نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زبان تاجیکی در یک حوزه عظیم جغرافی قوم و قبیله های دیگر را
وادار ساخته بود که آن را آموزند، به کار گیرند تا به وسیله آن با همسایگان گوناگون تبار خود معاشرت و معاملات اجتماعی و اقتصادی برقرار نمایند. شاید از روی همین ضرورت بود که بخشی از فرهنگنامه‌های زبان ما را نمایندگان قوم‌های دیگر ساختند تا هم نژادان و هم ملتان آنها این زبان را خوبتر فرا گیرند. برای تصدیق این گفته مثال‌های زیاد در اختیار داریم. در آخرهای عصر دهم نخستین ادیبان فارسیگو از قوم‌های ترک زبان آسیای میانه پیدا می شوند و چندی پس سده‌های 11-14 علاوه به خراسان و ماوراء النهر در آذربایجان، آسیای صغیر، ترکیه حاضره مکتب‌های ادبی مشهور به این زبان پدید می آیند. از عصرهای 11-13 شروع کرده سفر هند این زبان آغاز گردید که تقریباً 6 عصر طول می کشد. طی این 600 سال جهان کشایی صلح‌آمیز در یک قلمرو وسیع دنیا به زبان تاجیکی ادبیات کم نظیری به وجود می آید که مؤلفان آن از منطقه‌های مختلف و از میان ساکنان گوناگون تبار این حوزه بزرگی فرهنگی برخاستند. هرچند تعداد زیادی مؤلفان این ادبیات ریشه‌های ماوراء النهری و ایرانی دارند، ولی سهم نمایندگان قوم و قبیله‌های دیگری همسایه نیز در آفرینش این گنج شایگان کم نیست. اما یک مطلب مهم را باید خاطر نشان کرد که با وجود بسیار عمومیت‌ها، جریان انتشار زبان تاجیکی از نفوذ زبان عربی تفاوت‌های جدی داشت. فرق اول در آن است که زبان عربی در نتیجه جنگ و لشکرکشی‌ها در کشورهای دیگر پهن شده، پرچم آیین نو دین اسلام عامل اساسی پیشرفت این زبان در کشورهای غیر عرب بوده است. حال آنکه عامل نظامی در کشورکشایی زبان ما تقریباً هیچ اثر نداشت و این روند جنبه فرهنگی داشته، اساساً به طور صلح‌آمیز صورت گرفته است. فرق دوم آن است که زبان تاجیکی برخلاف زبان عربی باعث نابودی هیچ زبان نشده است. برعکس در بسیار موارد برای ترقی و تکامل زبانهای همسایه مساعدت نموده، برای آنها نمونه تقلید و پیروی و مخزن لغات بوده و بعدی به سرحد بلوغ رسیدن نیز همیشه با آنها معاملات و داد و گرفت طبیعی زبانی را ادامه داده است. از این نمونه ها پیداست که زبان تاجیکی با آن امتیاز و امکاناتی که اندکی آنها را در بالا یاد کردیم، امروز هم توانایی آن را دارد که بسیار مفهوم‌های نوی اجتماعی و سیاسی و لغت و اصطلاحات علمی و فنی زمان معاصر را بیان کند. ولی در فرخنده روزگاری که ساختار و شیوه زندگی ما به کلی دگرگون شده،
تاجیکستانی مستقل و صاحب اختیار به سوی استقلال فرهنگی راه می پیماید، لازم است که زبان خود را نیز به درجه یک زبان جویا و انعطاف پذیر، بزاینده و تحمل پذیر معاصر تکمیل و تقویت بخشیم تا این همه تحولات و دیگرگونی های بنیادی سالهای آخری جامعه ما را انعکاس کرده با کاروان تیزروی فرهنگ و تمدن جهانی همراه و همسفر باشد. برای این به تکرار خاطر نشان می کنیم که ما باید به تاریخ زبان خود روی آورده روزگاری جوانی، دوران نشأ و نما، عوامل زایندگی کم نظیر و گسترش و بالندگی و البته سببهای شکست و ضعف آن را از ابتدا تا امروز عمیق‌تر آموخته، زیباترین و کارآمدترین عنصرهای مورد نیاز دوران خود را پیدا نماییم. از تجربه همزبانان آنچه به طبیعت زبان ما سازگار است بهره برداریم. قالب‌ها و عنصرهای سنتی واژه سازی را با استفاده از آثار گذشته خویش فعال سازیم. باری نفوذ زبانهای بیگانه را البته هر آنچه تحمیلی است از دوش براندازیم. باید گفت که در تطبیق این سیاست زبانی دانشمندان کشور فعالانه سهم گرفته دایر به بسیار مسئله های مهم زبان تاجیکی آثار شایسته آفریدند. نگارنده این سطرها نیز بعضی ملاحظات و اندیشه های خود را درباره تاجیکان، زبان و تاریخ فرهنگ و تمدن آنها در کتاب‌های تاجیکان در آینه تاریخ در 4 کتاب، نگاه به تاریخ و تمدن آریایی ها و شناخت تمدن آریایی بیان نموده بودم. با وجود چنین توجه به این مسئله تا کنون در زبانشناسی ما کتاب جامع و اثری مستقل درباره تاریخ زبان تاجیکی وجود ندارد تا خوانندگان عادی از آن اطلاعات لازمه تاریخی و پاسخ به سؤالات خیش را در مورد سرگذشت زبان مادری خیش پیدا نماید. کتاب و رساله های شایان قدر و انبوه مقالاتی که در این زمینه نوشته شده اند جنبه خاصی علمی داشته اساساً در میان متخصصان و دایره های علمی معمول و مشهور می باشند. نظر به نقش سیاسی و اجتماعی زبان در ساختمان دولت صاحب استقلال تاجیکستان، ما در تمام ملاقات و معروضه های خیش صرف نظر از موضوع مورد بحث درباره رشد و انکشاف زبان دولتی و راه‌های در عمل تطبیق نمودن اقدامات حکومت جمهوری در این عرصه به تفصیل سخن گفته ایم. علاوه بر این هنگام آمادگی به سخنرانی‌ها و مخصوصاً در جریان تألیف کتاب‌های نام برده بسیار منابع اصلی و آثار دانشمندان داخلی و خارجی درباره زبان تاجیکی، فارسی، دری مورد مطالعه قرار گرفت. با گذشت سالها مواد فراوانی در این موضوع گردآوری شده است که بسیار پهلوها و جنبه‌های تاریخ زبان ما را فرا می‌گیرند.
موجودیت چنین مواد ارزشمند و نبودن کتابی مخصوص و مستقل در زبانشناسی تاجیک دایر به این موضوع و البته احترام و علاقه شخصی مؤلف این سطرها به زبان مادری خویش ما را به خلاصه آورد که این اطلاعات تاریخی و بعضی اندیشه و ملاحظات خود را که حاصل مطالعه و بررسی مواد و منابع مذکور می باشند در شکل کتابی جامعی همخوان به هموطنان عزیز پیشکش نماید. در خاتمه ذکر چند نکته را لازم می دانیم. یکم، اصطلاح زبان تاجیکی در این کتاب به معنا و مفهوم علمی و سیاسی امروزی آن، یعنی زبان دولتی یک کشور مستقل جهان، جمهوری تاجیکستان استفاده شده است. ولی در متن هنگام رجوع به دوره‌های گذشته همچنین نام تاریخی و رسمی آن را در آن روزگاران فارسی دری یا فارسی دری به کار برده ایم که همردیف زبان تاجیکی می باشد. دوم، کتاب جنبه معرفتی داشته به مقصد آگاهی بیشتری هموطنان عزیز از تاریخ زبان مادری خویش با سبک علمی و عاموی قابل فهم طبقات مختلف جامعه نوشته شده است. به امید آنکه زبانشناسان ما در تکمیل این کتاب بکوشند و سرنوشت آموزنده زبان ما را در عصر جوانی و آوان بلوغ به طور علمی خوبتر و روشن‌تر به علاقمندان معرفی نمایند. سیوم، کتاب حاضر در اساس سرچشمه‌های معلوم و دسترس، اخبار و اسنادی در معاملات علمی مشهور و اندیشه‌های در میان دانشمندان رایج تهیه گردیده است. از میان مقاله‌ها و آثار علمی در این موضوع اگر منبع و نام مؤلف صاحب نظر در این کتاب ذکر نشده باشد، بیشک امر تصادف بوده یا به آثارشان دسترسی پیدا نکردیم و یا نظریاتشان را به قول مشهور پذیرفته ایم. شما گفتار سیوم را از روی کتاب یکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.